چون این سخنی بسیار نسنجیده و گناه بسیار بزرگی هست که انسان بخواهد به جای الله متعال حکم بکند و افترا ببندد بر الله متعال که الله متعال عبادت فلانی رو قبول نمی کند. عبادت برای الله متعال هست. هر عبادتی که خالصانه برای الله متعال باشد الله متعال قبولش می کند. و از کجا معلوم که عبادت من و تو قبول باشد؟ ما نباید و این اجازه رو ما نداریم که حکم بکنیم بر بندگان الله که الله فلانی رو میبخشد فلانی رو نمیبخشد، الله عبادت فلانی رو قبول می کند عبادت فلانی رو قبول نمی کند. این افتراء بر الله است. بزرگترین گناه این است که انسان بر الله متعال دروغ و افترا ببندد، آن هم نادانسته و بدون علم. هر کسی که خالصانه برای الله متعال عبادت بکند، 8 رکعت میخواند، 20 رکعت میخواند، کمتر بیشتر میخواند، برای الله متعال میخواند. من و تو چرا حکم بکنیم به جای الله متعال؟